خب سلام علی جان. آقا میخوام برم کفشمو بگیرم و داستان کفشمو بگم. تو نمیخوای چیز بگی؟ فعلا نداشتی آهنگ من پخش کنم. من ناراحتم از دست دوستم. ناراحت از دستم. کفشم دیروز رسیده پایین و داستان داره. داستان بپوشم. وقت آنباکسینگ. سایزشون درسته. تارا بام 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 بام. تارا دا 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 دا. داستان کفش چیه؟ داستان کفش اینه که آقا من رفتم به اون اوایل که اومده بودم تورنتو، میشد وسطای سپتامبر، بعد مثل گیم آف ترونز دیدین هی میگن وینتر ایز کامینگ، همه بهم میگفتن که وینتر ایز کامینگ، برو برای خودت بوت بخر، کاپشن بخر، که کاپشن رو خریدم و این بوت خریدنم داستان شده بود. شما نظری نداری؟ منم بعد داشتم میگفتم که بگید، به خاطر همینه هیچ وقت نظر نمیدم که دوست عزیز دقیقاً همینه. بعد ایشون میگفت برو بوت بلاندستون بگیر. بله. که من گفتم که بلاندستون گرونه، $320. You're rich man. No, my aunt is rich. رفتم سراغ برند آگ. اولا بهش گفتم UGG ولی آگه. اوایل نه، تا همین امروز بهش میگم UGG. برو بابا. رفتم مغازه B2 براونز تا بلک فرایدی هم ثبت کردم که ارزون شه. رفتم B2 براونز، کفش رو خریدم. مثلا همیشه من چون پام 44 و نیمه، کفش سایز 10 و نیم میگیرم. 10 و نیم خریدم ولی و پامم میرفت اوکی بود، همه چیام اوکی بود. اومدم خونه، حتی تو خونه‌ام پوشیدم اوکی بود. اولین روز که رفتم بیرون، رستورانمو دیدم الان. رستورانت؟ آره رستوران بابامه. اولین روزی که باش رفتم بیرون پدر پامو در آورد و بعد دیدم همین جوری این هی داره بدتر میشه. یعنی کلاً 3 بار پوشیدم رفتم بیرون، بعد دیگه دیدم هیچ کاریش رو نمیتونم بکنم. 10 و نیمی که من گرفته بودم میشد 43 و نیم. یعنی این برند آگ سایزای یو اس رو باید یه دونه بالاتر بگیرید تا با اون سایزای ای که ما تو ایران داریم همخوانی داشته باشه. تصمیم گرفتم حتی کفشا رو بذارم فیسبوک مارکت بفروشم، برام یکی دیگه بخرم. تا اینکه بهشون تکست دادم، گفتم که مثلا میخوام این کفشا رو اگه میشه عوض کنیم، خیلی نپوشیدمش، خیلی نوع فلان. گفتش اینجوری که نمیدونیم که بعد ببری مغازه. بعد زنگ زدم به همون مغازه‌ای که ازش خریدم، گفتم خب اگه بازین الان میام. که بازین پشت رفتم اونجا، کفشو نشون دادم، عکس کفشا الان به شما نشون میدم. معلوم بود پوشیده شده، ولی یه نگاهی بهش کرد و اینا، گفت مرسی که تمیزش کردی با یه پوزخند. اما در نهایت حاضر شد برام کفشا رو عوض کنه و همین واقعا دمش گرم. کفشا رو من 22 نوامبر خریده بودم که بیشتر از یه ماه پیشه. اینجا معمولا ریترن پالیسی یه ماهه، بیشتر از یه ماه پیش خریده بودم ولی حاضر شد برام کفشا رو عوض کنه. خیلی خوب بود این داستان. سرد، دستم داره یخ میزنه. و خلاصه به این ترتیب بود که من صاحب کفش نوع همون مدل همون رنگ ولی سایز درست 11 و نیم شد. خب داستان بقیه امروز چیه؟ بگو. امروز قراره امروز قراره دوستای من بیاد خونمون، واسه اولین بار مهمون داریم. من اصلا هیجان زده نیستم راستش بخواید، نمیدونم چرا. قبلا خیلی سر این چیزا هیجان زده میشدم. وایسا کجا؟ دارم میرم. خب کجا برم؟ قبلا سر این چیزا خیلی هیجان زده میشدم. نمیدونم شاید دارم میمیرم دوستان. بعد این بری بریم. بعد بیا. خلاصه که آره. بعد الان باید بریم یه سری مزه بخریم. میخواستم کوکتل درست کنم زیاد، ولی بودجمون به اندازه کافی جوابگو نیست در این تایم. حالا اون که هیچی، منم میخوام لوبیا پلو درست کنم با کمک شف جواد جوادی
میخوام لوبیا پلو درست کنم، یادم نگرفتم، بلد نیستم. ببینم بلدم لوبیا پلو درست کنم یا نه.